آموزش زبان انگلیسی در 90 روز درس 31. سلام و خسته نباشید خدمت همه شما زبان دوستان عزیز. رسیدیم به درس 31. در این درس هم قصد داریم لغات و فعل‌های جدیدی برای شما بیان کنیم. لطفاً خوب گوش کنید و اونها را به خاطر بسپارید. حال به این مطالب خوب توجه کنید. آیا لس آنجلس بودی؟ Have you been to Los Angeles? نه، هنوز اونجا نبودم. یا نبودم. No, I haven't been there yet. دیروز. Yesterday. هفته. Week. چند وقت اینجایی؟ How long have you been here? از دیروز. Since yesterday. عالیه. That's great. جدید. New. از ماشین جدیدم خوشت میاد؟ Do you like my new car? بعداً میبینمت. See you later. وقت زیادی نداریم. We don't have much time. بلند شو. ساعت 10. Get up, it's 10 o'clock. آیا پدر و مادرت اینجا زندگی میکنن؟ Do your parents live here? جواب مثبت کوتاه. Yes, they do. جواب منفی کوتاه. No, they don't. نه، من اینجا تنها زندگی میکنم. No, I live here alone. چند وقت میخوای در ایران بمونی؟ How long do you want to stay in Iran? هنوزم نمیدونم. I still don't know. شاید واسه یه چند روزی. Maybe for a few days. من از این لباس خوشم نمیاد. I don't like this dress. از ماشین جدیدم خوشت میاد؟ Do you like my new car? معنی کلمه جدید چیه؟ What does the word new mean? یعنی It means جدید. new. یه ماشین جدید. A new car. ماشینم. My car. ماشین جدیدم. My new car. از ماشین جدیدم خوشت میاد؟ Do you like my new car? جواب مثبت کوتاه. Yes, I do. آره، از ماشین جدیدت خوشم میاد. Yes, I like your new car. این ماشین جدیدمه. This is my new car. ازش خوشم میاد. Do you like it? آره، ازش خوشم میاد. Yes, I like it. خونه جدیدمون. Our new house. از خونه جدیدمون خوشت میاد؟ Do you like our new house? آره، ازش خوشم میاد. Yes, I like it. علی و مینا دارن میرن سوئد. سحر میپرسه Ali and Mina are going to Sweden. Sahar asks, آیا خیال دارین برین به استکهلم؟ Are you going to go to Stockholm? جواب منفی کوتاه. No, we're not. جواب مثبت کوتاه. Yes, we are. واسه چند وقت؟ For how long? چند وقت خیال دارید اونجا بمونید؟ How long are you going to stay there? واسه چند روزی؟ For a few days. اونجا چه کار میخواید بکنید؟ What do you want to do there? میخوایم یه خونه جدید بخریم. We want to buy a new house. عالیه. That's great. عالی. Great. ازم بپرسید چند روز خیال دارم اونجا بمونم. Ask me how many days I'm going to stay there. چند روز خیال داری اونجا بمونی؟ How many days are you going to stay there? آیا خیال داری واسه یه هفته بمونی؟ Are you going to stay for a week? معنی کلمه هفته چیه؟ What does the word week mean? هفته. Week. یه هفته. A week.
واسه یه هفته. For a week. چند وقت. How long? همراهان گرامی، رسیدیم به بخش مکالمه. طبق معمول این بخش رو با یکی از دوستاتون تمرین کنید و چندین بار تکرار کنید. سلام جان، چطوری؟ Hello, John. How are you? خوبم. تو چطور؟ I'm fine. And you? منم خوبم. مرسی. I'm fine too, thanks. کی داری میری به سنخوزه؟ When are you going to San Jose? فردا دارم میرم اونجا. I'm going there tomorrow. خیال داری چه مدت اونجا بمونی؟ How long are you going to stay there? واسه یه چند روزی. شاید یه هفته. For a few days, maybe a week. آیا پدر و مادرت دارن با تو میرن؟ Are your parents going with you? آره، اونا دارن با من میان. Yes, they're coming with me. عالیه. بچه هاتون چطور؟ That's great. And your children? نه، اونا خیال دارن تو خونه بمونن. No, they're going to stay at home. آیا دارید با ماشین جدیدتون میرین؟ Are you going in your new car? آره. Yes, we are. اوکی. بعداً میبینمت. بای. Okay. See you later. Bye. سلام جان. چطوری؟ Hello, John. How are you? خوبم. تو چطور؟ I'm fine. And you? منم خوبم. مرسی. I'm fine too, thanks. کی داری میری به سنخوزه؟ When are you going to San Jose? فردا دارم میرم اونجا. I'm going there tomorrow. خیال داری چه مدت اونجا بمونی؟ How long are you going to stay there? واسه یه چند روزی. شاید یه هفته. For a few days, maybe a week. آیا پدر و مادرت دارن با تو میرن؟ Are your parents going with you? آره، اونا دارن با من میان. Yes, they're coming with me. عالیه. بچه هاتون چطور؟ That's great. And your children? نه، اونا خیال دارن تو خونه بمونن. No, they're going to stay at home. آیا دارید با ماشین جدیدتون میرین؟ Are you going in your new car? آره. Yes, we are. اوکی. بعداً میبینمت. بای. Okay. See you later. Bye. حال به این مطالب خوب توجه کنید. بعداً میبینمت. See you later. میخوام برم تورنتو. I want to go to Toronto. میخوای تنها بری؟ Do you want to go alone? جواب مثبت کوتاه. Yes, I do. تورنتو خیلی بزرگه. Toronto's very big. میدونم. I know. من اونجا بودم. یا بودم. I have been there. خلاصه شده من اونجا بودم در زبان انگلیسی. I've been there. ما اونجا بودیم. I've been there. آیا اونجا بودید؟ Have you been there? جواب مثبت کوتاه. Yes, I have. جواب منفی کوتاه. No, I've not. منم اونجا بودم. I've been there too. چند وقت در ونکوور بودی؟ How long have you been in Vancouver? مدت یه هفته یا واسه یه هفته. For a week. چند وقت اینجا بودی؟ How long have you been here? من یه چند هفته ایه که اینجام. I've been here for a few weeks. چه مدت در فرانکفورت بودی؟ How long have you been in Frankfurt? دیروز. Yesterday.
من از دیروز اونجا بودم. I've been here since yesterday. با خانوادت؟ With your family? آره، ما از دیروز اینجاییم. Yes, we've been here since yesterday. دوستان عزیز، لطفاً به لغات زیر خوب دقت کنید و تلفظهاشو به ذهن بسپارید و تکرار کنید. New. A new car. Great. Grocery. Great. That's great. Week. Which. Week. Way. Weeks. 2 weeks. Yesterday. 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 Since. Since. Since yesterday. I've. I have. They've. They have. We have. I've been. They've been. We've been. We've been here since yesterday. به جملات زیر خوب توجه کنید. چند وقت اینجایی؟ یا بوده ای؟ How long have you been here? از دیروز. Since yesterday. چه مدت قصد داری اینجا بمونی؟ How long are you going to stay here? واسه یه چند هفته ای. For a few weeks. از لس آنجلس خوشت میاد؟ Do you like Los Angeles? آره، ولی لس آنجلس خیلی بزرگه. Yes, but Los Angeles is very big. آیا از هیوستون بزرگتره؟ Is it bigger than Houston? فکر کنم. I think so. شاید. مطمئن نیستم. Maybe, I'm not sure. دوستان عزیز، رسیدیم به بخش مکالمه. مثل همیشه از یکی از دوستاتون برای تمرین در این بخش کمک بگیرین و بهتره که در هر دو کاراکتر تمرین کنید. سلام مینا، چطوری؟ Hi, Mina. How are you? بد نیستم. تو چطور سارا؟ Not bad. And you, Sarah? خوبم مرسی. کجا بودی مینا؟ I'm fine, thanks. Where have you been, Mina? من از دیروز اینجا بودم. I've been here since yesterday. واقعاً؟ Really? آره. Yes. قصد داری چه مدت اینجا بمونید؟ How long are you going to stay here? دوست دارم واسه یه هفته بمونم. I'd like to stay for a week. لس آنجلس رو دوست داری؟ Do you like Los Angeles? آره. خیلی زیاد دوستش دارم. Yes, I like it very much. پدر و مادرت هم اینجا هستن؟ Are your parents here too? آره هستن. علی هم اینجاست. Yes, they are. Ali is here too. علی اینجا چیکار میکنه؟ What is Allie doing here? اون میخواد چند تایی از دوستانو ببینه. He wants to see a few friends. شوهرت کجاست؟ Where's your husband? اون توی شیکاگوه. اما فردا داره میاد اینجا. He's in Chicago, but he's coming here tomorrow. اوه عالیه. Oh, that's great. آره. اوکی سارا. بعداً میبینمت. Yes, it is okay, Sarah. See you later. سلام مینا. چطوری؟ Hi, Mina. How are you?
بد نیستم. تو چطور سارا؟ Not bad. And you, Sarah? خوبم مرسی. کجا بودی مینا؟ I'm fine, thanks. Where have you been, Mina? من از دیروز اینجا بودم. I've been here since yesterday. واقعا؟ Really? آره. Yes. قصد داری چه مدت اینجا بمونید؟ How long are you going to stay here? دوست دارم واسه یه هفته بمونم. I'd like to stay for a week. لس آنجلس رو دوست داری؟ Do you like Los Angeles? آره. خیلی زیاد دوستش دارم. Yes, I like it very much. پدر و مادرت هم اینجا هستن. Are your parents here too? آره هستن. علی هم اینجاست. Yes, they are. Ali is here too. علی اینجا چیکار میکنه؟ What is Allie doing here? اون میخواد چند تایی از دوستانو ببینه. He wants to see a few friends. شوهرت کجاست؟ Where's your husband? اون توی شیکاگوه. اما فردا داره میاد اینجا. He's in Chicago, but he's coming here tomorrow. اوه عالیه. Oh, that's great. آره. اوکی سارا. بعداً میبینمت. Yes, it is okay, Sarah. See you later. لطفاً به جملات زیر دقت کنید. من از ساعت 5 اینجام. یا بودم. I've been here since 5 o'clock. والدینم دارن میرن ایران. My parents are going to Iran. جداً؟ Really? آره. Yes. آیا تا حالا ایران بودی؟ Have you been to Iran yet? تا حالا یا هنوز؟ Yet. نه هنوز اونجا نبودم. یا تا حالا. No, I haven't been there yet. معمولاً کلمه یت در آخر جمله میاد. آلمان بودی؟ Have you been to Germany? آیا لس آنجلس بودی؟ Have you been to Los Angeles? نه تا حالا لس آنجلس نبودم. No, I haven't been to Los Angeles yet. برای کلمه هنوز 2 تا مترادف داریم. یت و still به معنای فعلا یا تا حالا. آیا تا حالا پاساژ جدیده بودین؟ Have you been to the new mall yet? کدوم پاساژ؟ Which mall? اون یکی تو خیابون سانست. The one on Sunset Avenue. آره اونجا بودیم. Yes, we've been there. نه هنوز اونجا نبودیم. No, we haven't been there yet. باید ببینیش. You have to see it. خیلی بزرگه. It's very big. چند وقته اینجایی؟ How long have you been here? از دیروز. Since yesterday. چند وقت قصد داری اینجا بمونی؟ How long are you going to stay here? واسه یه چند هفته. For a few weeks. فقط واسه یه هفته. Only for a week. من الان تو لندنم. I'm in London now. دوستات کجان؟ Where are your friends? اونا در منچسترن. They're in Manchester. من در لندن بودم. یا بودم. I've been to London. اونا هم در لندن بودن. They've been to London too. دخترم و پسرم دارن از ایران میان. My daughter and my son are coming from Iran.
جداً؟ Really? آره، اونا دارن امشب میرسن. Yes, they're arriving tonight. عالیه. That's great. جواب مثبت کوتاه. Yes, they have. جواب منفی کوتاه. No, they haven't. الان داری چی کار میکنی؟ What are you doing now? دارم میرم خاربار فروشی. I'm going to the grocery store. بچه هات ساعت چند دارن میرسن؟ At what time are your children arriving? ساعت 8. At 8 o'clock. الان ساعت چنده؟ What time is it now? ساعت 6. It's 6 o'clock. پس وقت زیادی نداری. Then you don't have much time. به من بگید یه عالمه کار دارید که انجام بدید. Tell me you have a lot to do. یه عالمه کار دارم که انجام بدم. I have a lot to do. وقت زیادی ندارم. I don't have much time. تو حالا شیراز بودی؟ Have you been to Shiraz yet? نه، هنوز اونجا نبودم. No, I haven't been there yet. آره، اون اونجا بوده. Yes, he's been there. آیا خانومت تا حالا اصفهان بوده؟ Has your wife been to Isfahan yet? جواب مثبت کوتاه. Yes, she has. جواب منفی کوتاه. No, she hasn't. اینجا تنها کار میکنی؟ Do you work here alone? نه، با دوستم کار میکنم. No, I work with my friend. اوکی، بعداً میبینمت. Okay, see you later. من 6 هفته است اینجا. I've been here for 6 weeks. من نمیتونم راه پاساژو پیدا کنم. I can't find the way to the mall. از پاساژ جدیده خوشم میاد. I like the new mall. خب همراهان گرامی، رسیدیم به پایان این درس. امیدوارم که این درس هم مثل درس‌های قبلی برای شما مفید بوده باشه. به امید دیداری دوباره. خدا نگهدارتون.